future. Every day is the choices that we make. You know we'll always be waiting, but the truth never gets your name. The voice of life screaming out, surrounding you. از زمان آغاز خلقت شاید نه ولی از وقتی انسان خودروها رو ساخت، بشر به دنبال این بود که اونو زیباتر، قویتر و سریعتر کنه. این مسابقه قبلی هم دیدیم بی‌ربط بود، گذاشتم عشق بود. بگذاریم تو سالهای اخیر صنعت خودروسازی بالا پایین زیاد داشت. به طور مثال بگم ماشین‌های برقی. نخند. میدونیم شاید خیلیاتون از ماشین‌های برقی خوشتون نیاد، من جمله خودم. ولی مسعود معرفی کانال داداش. ببخشید. خب اسم من مسعود و تو این کانال داستان میگم، داستان ماشینا. البته فکر نکنی جوری داستان رو تعریف میکنم که خوابت بگیره، نه. مثلا دیدی خب من اینجا ماشینا، اتومبیلا، کارخونه هاشون و پیستای سراسر دنیا رو معرفی میکنم. تا اینجا این بود معرفی کانالو. امیدوارم خوشت اومده باشه، پس لایک و سابسکرایب فراموش نشه. راستی یادت نره رپزون جاییه که سرعت، استایل و داستان سرایی با هم ترکیب میشن. قربونت، خداحافظ.